اینها رو باید در زندگی امام باقر علیه السلام بهش مورد توجه قرار داد. و به این اکتفا نمی‌کنن. این مبارزاتی که انجام گرفته اینا باید ادامه پیدا کنه. لذا سفارش میکنن که در منا 10 روز برای من عزاداری کنید. امام که محتاج عزاداری نیست، اما میخواد اینو. میگه 10 روز در منا مردم فارغن، از همه جای دنیا آمدن، بعد میبینن مجلس عزاداری است. کیه این؟ چیه؟ چرا عزاداری میکنین؟ چرا اینجا؟ چه اتفاقی افتاده؟ به این ترتیب پیام امام باقر به اکناف دنیای اسلام از این طریق میرسه. خود این یک ابتکار بسیار مهمه سیاسی.